الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله. در این درس می خواهم فواید علم به نام‌ها و صفات الله متعال را بیان کنم که آیا این علمی که قرار است ما بیاموزیم فایده دارد یا خیر. این علم فواید زیادی دارد که مهمترین آن را می خواهم برای شما بیان کنم. علم به نام‌ها و صفات الله متعال با ارزشترین علوم است و با خاطر این با ارزشترین علوم است که ما را به ذات آشنا می کند که از مادر و پدر کرده زیادتر بالای ما مهربان است. چرا اینقدر مشکلات های زندگی ما زیاد است؟ علت آن را شما برام بگویید. چرا؟ فواید علم به نام‌ها و صفات الله متعال. دیگر فوایدش است که علم به نام‌ها و صفات الله متعال سبب ایجاد محبت، تقوا، امید و اخلاص در کارهای ما می شود. یعنی هر قدر الله متعال را بیشتر بشناسیم، محبت ما به الله متعال زیاد می شود. چرا ما نمی توانیم یک گناه را ترک کنیم؟ علت آن این است که امرای الله متعال محبت واقعی نداریم و نعمت‌هایی که الله متعال برای دوستان خود در جنت آماده کرده است خبر نداریم. اگر واقعا خبر می داشتیم ترک گناه و کار عادی است. حتی خاطر رضایت الله متعال حاضر می بودیم که جانهای خود را فدا کنیم. و دیگر اینکه علم به نام‌ها و صفات الله متعال یعنی اگر ما درباره الله متعال شناخت واقعی داشته باشیم به اساس علم نه شناخت میراثی، سبب ایجاد تقوا در وجود ما می شود. یعنی وقتی تقوا در وجود ما پیدا شد باز از انجام گناه زیاد می ترسیم. جرأت کرده نمی توانیم گناه را انجام بدهیم. اگر الله متعال را واقعا بشناسیم همیشه امیدوار می باشیم در زندگی خود، در بزرگترین مشکلات های زندگی خود را از دست نمی دهیم بلکه همیشه قوی می باشیم و امید می داشته باشیم که الله متعال حتما مشکل ما را حل می کند، چون الله متعال ذاتی است که بندگان خود را زیاد دوست دارد. سوال: چی کنیم که به انجام کار کوچک ثواب زیاد به دست بیاوریم؟ اگر می خواهید جواب این سوال را بفهمید پس این ویدیو را گوش بگیرید. با شناخت الله متعال اخلاص ما زیاد می شود و کوچکترین کاری را که ما انجام بدهیم الله متعال ثواب بسیار زیاد را برای ما می دهد. مثلا اگر یک سنگ را از سر راه خاطر رضایت الله متعال دور کنیم الله متعال به انجام این کار کوچک ثواب زیاد را برای ما می دهد. و اگر ما الله متعال را نشناسیم هیچ وقت اخلاص پیدا نمی کنیم. در این صورت اگر کار بزرگ را انجام بدهیم، مثلا یک مسجد بسیار بزرگ و زیبا را اعمار کنیم، هیچ نزد الله متعال ارزش ندارد، چون این مسجد را که ما اعمار می کنیم خاطر این است که مردم بگوید واه چه یک مسجد زیبا را اعمار کرده یا بنا کرده است. پس شناخت الله متعال زیاد ضروری و مهم است. شناخت الله متعال سبب میشه که در وجود ما اخلاص پیدا شود. اگر در وجود ما اخلاص پیدا شد پس بزرگترین و کوچکترین کاری را که ما در زندگی خود انجام میدهیم فقط و فقط خاطر رضایت الله متعال انجام میدهیم، بس خاطر هیچ کسی دیگر نه. و من الله توفیق.